سلام دوستان جان، امیدوارم که حالتون عالی و سلامت باشید. بازم اومدیم با این داستان واقعی دیگه که شما برای ما فرستادید، داستانی که امیدوارم براتون جالب باشه و مهمتر از اون عبرت آور باشه، که بعضی از این داستانا چشم و گوش آدمو باز میکنه که بیشتر مواظب اطرافیانمون باشیم، به قول قدیمی‌ها که رکب نخوریم. و شما دوستان عزیز گرامی لطفاً چنل جعبه سیاه روابط ما رو تو یوتیوب سرچ کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. این کار باعث دلگرمی و انرژی ما میشه که به ما انرژی زیاد میده که برای شما داستان‌های هیجانی جالب که شما فرستادین رو براتون بازگو کنیم. حالا بریم سراغ داستانمون که خیلی به قول معروف جالب و گوش کردنیه، که ما خانوما باید خیلی حواسمون باشه. مضمونش اینه که یه زن که با جاریش وارد رابطه میشه. داستان اونجا شروع میشه که میگه از روزی که جاری دار شدم، از همون روزی که اومد تو زندگیم یه چیزی ته دلم گرفت. حواستو جمع کن، این یکی فرق داره. بابا از قدیم گفتن لباس دوتا جاری توی آفتاب خوش نمیشه، این یادتون بمونه. ولی خب اون موقع تازه عروس بودم، ذوق‌مرگ زندگی. آخه با شوق زندگی، با رویای 2 نفره، وقتی دیدم برادر شوهرم خونه بغلیمونو گرفت، یعنی درست دیوار به دیوار ما، باور کنید تو دلم خوشحال شدم. زهی خیال باطن. گفتم چه خوب، جاریم شاید مثل خواهر نزدیکمه، با هم میریم خرید میکنیم، درد دل میکنیم. اولش هم میشه خیلی خوبه. از اون شب اول که اومد شام خونه ما فهمیدم این جاریم از اون زبون داراست، دلبری میکنه، خیلی هم تیزه. نشست وسط جمع و با همه شروع کرد به گفتگو. با شوهرم شوخی کرد، صداشو نازک کرد و از اون خندایی که نصفش برای مرداست و نصفش هم برای حسادت زنا، از اون پاچه برمالیدا. ولی من گفتم عیب نداره، شاید شخصیتش همینه، حساس نشو، همه اول همینو میگن عزیزم. روزه اول با هم میرفتیم بازار، گاهی لباس با هم میخریدیم، اون تو انتخاب به من کمک میکرد. یه بار به من گفت وای تو چرا اینقدر ساده ای، بذار من واسط آرایش کنم، ببین شوهر چطور برق از چشاش میپره. آره جون خودت، منم ساده دلخوش. گفتم باشه، چقدر خوبه که یکی نگران زندگی منه. کور خوندی عزیزم. همون شب شوهرم برگشت منو دید، یعنی با اون آرایشه، گفت چرا اینقدر غلیظ آرایش کردی؟ تو رو اینجوری نمیخوام. و تعجب کردم، گفتم زن داده شد. گفت خوبه. با اخم گفتش هرچی اون میگه تو گوش نکن، اون دنبال یه چیزای دیگه است. خب چند هفته بعد دیدم شوهرم یواشکی گوشیش میذاره رو سایلنت. شروع شد. قبلا از این کارا نمیکرد، میگفت برو بخواب من یکم سریال ببینم، سریال ایامک بازی. حس بدی تو دلم پیچید، نه که شک داشته باشم بهش، نه، ولی اون حس لعنتی که به هم میگفت یه چیزی این وسط کجه، خبر نداری خیلی کجه. یه شب خوابم نمیبرد، رفتم تو حال، دیدم گوشی دستش، نگاه کرد، گفت حوصله ندارم الان. ولی دیگه نبایدم حوصله داشته باشه. گوشیش داشت ویبره میرفت، اسم ذخیره شده بود علی قصاب. حقه باز بدبخت. نفسم بند اومد تو سینم، رفتم تو همون، نشستم زمین و شروع کردم بی صدا گریه کردم. آخه میدونی چرا؟ چون فهمیده بودم این شماره برای اون جاریمه. وای چه لحظه ای. صدای خنده هاش، نگاه های زیرچشمی، پیام های نصف شب که میگفت اشتباهی فرستاده، همش پازلش جور شده بود به هم دیگه. بله دیگه هم چیز فهمیدی دیگه. ولی من همون لحظه تصمیم گرفتم یه کاری بکنم. آفرین، چیکار پاسی بکنیم؟ بلند شدم، لباسم پوشیدم، رفتم خونه مامانم، دروغی گفتم حالم بد شده، اومدم استراحت کنم. خب
3 روز فقط فکر کردم، نه خواب داشتم نه اشک، فقط میسنجیدم که یه زندگی خراب شه چجوری باید درستش کنی. آفرین. باید یه نقشه بریزم برای نجاتش. اینو میگن زن زندگی. روز 4 برگشتم خونه، هیچی نگفتم، لبخند زدم، غذا پختم، خونه رم برق انداختم. چه شهامت و دل جرأتی میخواد. شوهرم گفت خوشحالم برگشتی، خیلی دلم برات تنگ شده بود. آره ارباب محمد. منم گفتم منم برای خودم خیلی دلم تنگ شده بود. از اون روز بازی من شروع شد. یعنی فکر میکنی چیکار میکرد؟ هر حرفی که جاری میزد یه تله میساختم براش. یه بار اشتباهی گذاشتم گوشی شوهرم و خونشون و صداشو ضبط کردم. زمزمه هاشون، قربون صدقه هاشون، همه رو ضبط کردم، ولی فقط صدا نبود که سند بود. ای ولی اون چیزی که تو صورت یه زن خیانت دیده هست سندترین چیز دنیاست. چه جمله‌ای. یه شب همه جمع بودیم شام خونه هم، دور خونه ما، دور هم. وسط خنده گفتم راستین عباس آقا خیلی پیام میده، کسی میدونه کیه؟ جاریم پرید و گفت نمیدونم، مثلا شاید اشتباهی پیام میده. لبخندی زدم و گفتم اگر بخوای من شماره‌شو دارم، همونی که گفته بود دیشب باهات بودم. چه جمله‌ای. سکوت، یخ، چهره ها رنگ بریده. شوهرم خشکش زده بود. اون شب طوفان شد، طوفان نوح کرد. خب بعدش چی شد؟ جاری چی کار کرد؟ شوهر چی؟ شوهرم گریه کرد، التماس کرد، گفتش که اشتباه کرده، گول خورده. گفت هیچ چیزی جدی نبود. ای بدم میاد از این آدم ها. ولی من دیگه اون زن قبلی نبودم. 1 سال طول کشید تا تصمیم گرفتم. چه تصمیمی گرفت؟ نه به خاطر فشار خانواده، نه ترحم، فقط برای خودم. ببخشم، نه برای اون، برای خودم، چون نمیخواستم اون زن شکست خورده و سوخته بمونم. آفرین. الان بعد از 3 سال دارم از نو میسازم باهاش. بله، ولی با شرایط من. این درسته. دیگه اون زن ساده نیستم که با یه لبخند یه زن دیگه شوهرمو بسپارم دستش. من زنی که زیر خاکستر خیانت دوباره بلند شه و زندگی رو با شعله بسازه شدم. آفرین، چه جمله قشنگی. دیگه هیچی دیگه. جاریم جرئت نکرد که بهش مثلا خیلی دیگه سمت من بیادش و با من به خودمونی بشه. به این میگن زن زندگی که میخواد زندگی و شوهر خودش رو داشته باشه. واقعا زندگیشو دوست داشته باشه، هر طوری باشه با چنگ و دندون زندگیشو حفظ کنه. امیدوارم این داستان مورد توجه شما قرار گرفته باشه و خوشتون اومده باشه و ازش درس عبرت گرفته باشیم. به هر کسی اعتماد نکنید، حتی نزدیکترین شخص زندگیتون. خوشحال میشم که داستانای عجیب و تجربه‌های تلخ و شیری و گاهی سمیدون رو برامون بفرستین و بازخوانی کنیم براتون با اسم مستعار. بازم ممنون میشم چنل جعبه سیاه روابط رو تو یوتیوب سرچ کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. تا داستان دیگر، بدرود.